ما در خدمت شما. با کار و نام نیکت از تحت دل بنازیم، از صلح و از امانی تا عرش سرفرازیم. ساز سعادتی خود یک جای می نوازیم، آینده وطن را همراه ما بسازیم. از همت تو کرده گلکار تاجیکستان، پشت و پناه ملت دیوار تاجیکستان. السلام علیکم اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان. من شیرینبیک و شیرینما، خواننده صنف دهم مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقمی یک شهرک تاجیک‌آباد هستم. بخت بزرگی در این روزی با سعادت نصیبم گردید که از بین 10,000 نفر خوانندگان مکتب‌های ناحیه نزد فرزانه فرزند ملت، ابرمرد دنیای سیاست، بنیادگذار دولت آزاد و صاحب استقلال تاجیکستان، پیشوای معظم ملت چند سخنی گفته باشم. شما پیشوای معظم ملت که سرمعمار کوخ بیگزند صلح تاجیکستانید، در عرفه جشن مبارک و مقدس ملی روز وحدت برای تبریک و تهنیت مردم دیار زیبا منظری رشتان قدم رنجه نمودید و من نیز با قلبی صاف و از محبت سرشار جوانی از نام همه طالب علمان مکاتب ناحیه شما را خیر مقدم میگویم. خوش آمدید. شعار مشهور جوانان پیروی پیشوای ملتند، به حکمت زمان تبدیل یافته است و امروز اثبات شد که جوانان کشور قنات راست سرور دولتند و با دل و جان در جواب غمخواری های بی‌نظیر که امثالش در یگان دولت دنیا نیست، سیاست خردمندانه پیشوا را جانبداری می نمایند. محترم پیشوای ملت، اینجا به تنگی فرصت از 1001 غمخواری و دستگیری شما در نسبت نسل نورس و جوانان تنها از یک پدیده نادر، از تحصیل دختران با کوته پرزیدنتی یادآور شدنیم. بارها از زبان معلمانمان شنیده‌ایم که زمان حکومت شوروی تعداد زنان و دختران معلومات عالی‌دار در ناحیه تاجیک‌آباد انگشت شمار بود. حالا باشد با شرافت لطف پدرانه شما 10 نفر دختران صاحب اقبال تاجیک‌آبادی با کوتا و بیرون از کوتا مؤسسه های عالی کسبی کشور را ختم نموده در همه ساحه های خواجگی خلق با صداقتمندی تمام کار میکنند. ما نسل جوان به شما قول میدهیم که زیرکی و هوشیاری را بهر پایندگی و صلح و ثبات تاجیکستان لحظه از دست نمیدهیم. اثبات میسازیم که در همه جبهه های حیات پیروی ارزنده پیشوای ملتیم، زیرا صداقت به پرزیدنت صداقت به وطن است، صمیمیت به پرزیدنت صمیمیت به ملت است. آمدی خوش تاجیک‌آبادم معطر گشته است، در لب مردم تبسم غنچه تر گشته است. بار دیگر به ناحیه تاجیک‌آباد قدم مبارک پیشوای معظم ملت را خیر مقدم میگویم. سلامت باشید. سلامت باشید دکتر جان. آسان. السلام علیکم محترم اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای معظم ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان
امام علی رحمان. مرا امروز شرف بزرگ نصیب گردیده است که چون یک نفر ساکن ناحیه تاجیک‌آباد با اسم محمدبکوف زین العابدین در نزد محبوب ترین شخص جمهوری، بنیادگذار و پیشورنده تاجیکستان نوین اندیشه ابراز نمایم. پیشوای معظم ملت از رسم پسندیده مردم تاجیک استفاده برده شما را به ناحیه‌ای که هم نام ملت است، همسال و هم تقدیر استقلالات دولتی جمهوری تاجیکستان است، خیر و مقدم میگویم. خوش آمدید پیشوای معظم ملت. یک جان تشکر. رحمت. محترم پیشوای معظم ملت، خلق بزرگ تاجیک در آستانه جشن مبارک و مقدس ملت روز وحدت ملی قرار دارد. جامعه جهانی بر حق اعتراف کرده است که معمار و اساسگذار کاخ صلح بیگزند جمهوری تاجیکستان شماید جناب عالی، و برای هر یک ساکن جمهوری عزیزمان فرض و قرض است که در این روز برای شما و برای تاجیکستان عزیز دعای خیر کند و عاید خدمت‌های شما در تحکیم صلح و وحدت و یک پارچگی تاجیکستان سخنان زیاد گفته شدند. به اندیشه من سخن والا را شاعر زنده‌یاد استاد شعر دنیای عالم فارسی شادروان بازار صابر گفته است: نام ترا نویسیم ای قهرمان وحدت، با آب ناب طلا در طاق قصر ملت. سپس بر حق گذشتگان ذکر کردند که دولت سعادتمند خوشبخت و آزاد است که سرورش به خاطر دیداربینی و آگاهی از حال و احوالش به نزد خلق می آید و این فعالیت که از ابتدا تا امروز همصف هم قدم شما است. به این ملت خوشباشی می گویم. من یک چند گفتنی دارم که از بسیار جهت برای مردم جمهوری از زمان کم از فعالیت شما کم چشم رسند. محترم پیشوای معظم ملت، شما از آن سروران دولت‌های هستید که برای روح گذشتگان بزرگان ادبیات فارس تاجیک هم در داخل و هم در خارج خدمت‌های شایسته کردید. از آن جمله وقت شما آگاه شدید که آرامگاه شاعری ناتکرار عبدالقادر بیدیل در شهر دهلی نهایت در حالت خراب‌آور است، افتخار ملی و قدرشناسی نسبت روح بزرگان شما را وادار کرد که در برنامه خویش سال 2006 زیارت آرامگاه حضرت بیدیل را جای دهید و همین خیلی هم شد. حکومت هندوستان به خاطر آمدن شاه تاجیکان جهان به زیارت آرامگاه شاعر ناتکرار عبدالقادر بیدیل، آرامگاه آن را چنان تعمیر و ترمیم نمود که در یک حالت سطح جهانی و شما آن را زیارت کردید و امروزها آنجا جای زیارت اهل مردم فارس گردیده است. با سعی کوشش شما مولانا جلال الدین بلخی سال 2006 در شهر کونیا با خاطر بزرگداشت بود جمع آمد بزرگ برپا گردید و همه ساله هم در تاجیکستان و هم در ترکیه این بزرگداشت‌ها قید کرده میشوند. این از آن شهادت میدهد که در حقیقت بزرگان را بزرگان زنده می‌دارند. و وقتی که شما سال 2009 با شجاعت شاهانه اقدام گرفتید که 1310 سالگی پیشوای مذهب ابو حنیفه امام اعظم رحمت الله علیه را قید میکنید، از این بسیار تمام مسلمانان دنیا علی خصوص تاجیکستان روح الهام تازه گرفت. محترم جناب عالی، 25 سال مقدم پیش شما بار اول به ناحیه تاجیک‌آباد آمده بودید و اون وقت کوچه ها پر از کوچه های خاکی بودند، دیوال های پوستگی. بعد 25 سال آمدن شما در زمان صاحب استقلالی این ناحیه کوهستان دوردست دارای راه و پل‌های سطح جهانی، بیناهای بسیار قوته و ورزشگاه و دیگر میدان‌ها گشته است. همه این از حیث توجه شما عبارت است. و در آخر گفتنیم چه در جام نگون باده می‌ریزد و آن خالص
جهان از نام تو پرگشت آن جام جهان خالص. خوش آمدید پیشوای معظم ملت. یک جان تشکر. خیلی زحمت کشیدم مادرکار باز در یک جای که باید نهایه باز هم آباد و زیبا شود. در یک جایگی خیلی همین است، حیات همین است. بله یک بعضا نیت‌های اینه که کردیم، کوشش اینه که در عمل آنها عملی شوند. فقط نیت این یک داشتند کار خستاناپذیر زحمت کشیدم مادرکار در یک جایگی با یک رهبر دولت آباد میشه، با مردم، با دست امانه سلامت باشه. سلام از کوهساران سرافراز، سلام از عندلیبان خوش آواز، سلام از سرگه دریای سرخاب، سلام از مطلع خورشید و مهتاب، سلام ای سرور این ملک آزاد، سلام ای دوستان از ساجک آباد. من سلیمان احتم، ختم کرده فاکولته فیلولوژی دانشگاه ملی تاجیکستان، با نمایندگی از نام جوانان تشریف شما را اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان به ناحیه تاجیک آباد خیر مقدم میگویم و به شما سلامتی، سعادت و خوشبختی و در انجام مسئولیت بزرگ دولتداری و ملت سازی موفقیت تمنا دارم. ای قبای پادشاهی بر تو راست، سایه تو خاک ما را کیمیاست. حالا می خواهم چند سخن چون عرض ارادت و صداقت نسبت به تلاش و زحمت‌های شما در راه سازندگی و بنیادکاری که حاصل تجربه‌های شخصی من است بیان کنم. واقعاً چرخ تاریخ بار سنگین و عظیم را در این مرحله حساس تاریخی به دوش شما بار کرد که نه هر کسی می توانست این بار سنگین را تحمل و این مسئولیت بزرگ را بشناسد و آن را به جان بپذیرد. ولی خداوند به بخت ملت خوشبخت تاجیک پیشوای را به میدان سیاست آورد که با سیاست دوربینانه و درایت حکیمانه خود کشتی گرفتار طوفان حادثات و سرگشته را به ساحل امن و مراد با سرنشینانش سلامت برساند. ما امروز در آستانه تجلیل از روز وحدت ملی قرار داریم، وحدتی که ملت ما را از پراکندگی، نفاق، بیوطنی، بیدولتی، دربدری، خواری و زاری و هزاران بدبختی های دیگر نجات داد. وحدتی که بزرگترین جشن ملی ما استقلال دولتی به آن هرگز کامل نیست. وحدتی که منشأ سعادت و عزت ماست. وحدتی که نتیجه تلاش و زحمت‌های پیشوای معظم ملت ماست. امروز واژه‌های استقلال، وحدت، وطن و ملت با نام پیشوای ملت سخت گره خورده است و او را چون این واژه‌ها عزیز و دوست داشتنی کرده است. شما رسالت پرشرف و اما بسیار دشوار رهبری و راهنمایی ملت تاجیک را در زمان با کمال مسئولیت شناسی به دوش گرفتید که هنوز خیلی جوان بودید و روزهای جوانی خود را در این راه پر از خطر و مقدس فدا کردید. شاعر بر حق گفته است: جوانی را فدا کردم، دیارم تا جوان باشد. گذشتم بارها از جان که جانش در امان باشد. من از این سرزمین تیر و کمان را دور بنمودم
که دایم در فضایش پرجلا تیر و کمان باشد. قول و عمل سازنده شما در آن زمانهای نچندان دور تاریخی در راه به هم آوردن ملت تاجیک هنوز هم کارگر است که نمونه برجسته آن به نزدیکی از کشورهای عربی بازگردانیدن 82 نفر کودک تاجیک است که بار دیگر اثبات ساخت که شما پیشوای راستین و واقعی ملت تاجیک هستید. شما پیشوای معظم ملت مطمئن باشید که ما جوانان ناحیه تاجیک آباد با پیروی از سیاست‌های دوربینانه و اندیشه‌های حکیمانه شما وعده می‌دهیم که به شما صادق خواهیم ماند، وطن و ملت خود را دوست خواهیم داشت، ارزش‌های ملی را پاس خواهیم داشت، زیرکی سیاسی را از دست نخواهیم داد و هرگز به دام خائنان دولت و ملت نخواهیم افتاد. در انجام سخنان خود را با تمنیات نیکی شاعر وحدت سرای تاجیک استاد لایق شیرعلی به پایان میبرم. خداوندا خدای خیش گردان ملت ما را، میسر کن بقای جاودانی دولت ما را. نهاد کاخ وحدت بس که بر خون شهیدان است، نگه دار از شباخونهای وحشت وحدت ما را. سایه دولت شما از سر ما کم نباد. پیشوای معظم ملت، خوش آمدید. سلامت باشید. خب سلامت باشید. حالا به نایه برگشتی؟ بله جناب عالی، این سال ختم کننده فاکولته هستم. ختم کننده هستی؟ راحت به کجا گرفتی؟ میخواهم که در دانشگاه بخش ماجستر باز تحصیل را دوام بله. موفقیت خان. خب السلام علیکم محترم جناب عالی، علیکم السلام. پیشوای معظم ملت، با یادآوری از زحمت‌های نزدیک به 30 ساله صادقانه و فداکارانه شبانه روزی شما جناب عالی، چون قطره از بحر نظم روی کاغذ آوردم. میخواستم به خاطر تشریفی با سعادت شما در جشن عید وحدت ملی همچون یک ضیافت ادبی در حاشیه دسترخوان دفتر نظم پیشکش سمع مبارک شما و شنوندگان گرامی گردانده باشم. آفتاب از برج مرکز سیری اطراف آمده است، چون مکانی عدل و انصاف با دل صاف آمده است. با محبت با صداقت صلح و وحدت آفری، روشنی بخش وطن از قاف تا قاف آمده است. سپاسی خدا به نظمی منظمی دری که برگزید شما را به خلق به سروری. در آن ساعتی که نه دیو و نه پری نداشت مجال قبول سکندری. روز ننگی وطن از خلق به میان برخیستی، خلق گفتی و چو یک شیر ژیان برخیستی. لطف حق بود زیدری رحمتی آن برخیستی، به جسارت چو جوان مرد جهان برخیستی. گهی اجلاسیه با توصیه روح متین، جان به کف کرده دمی تیر و کمان برخیستی. زین جسارت نیرو بخشیدی به خلقی خسته حال، سوی نور از تاریکی دادی وطن را انتقال. جلوگر حسنی وطن گردید از روی شما، به پدر صاحب پدر گردید از بوی شما. یوسفی عصری و مصر تاجیکستان مرحبا، افتخار دارد به اسمت تاجیکستان مرحبا.
نکهتی عطری صداقت از دل و جان مرحبا، منبعی مهر و رفاقت از دل و جان مرحبا. آن خدای تخت شاهی بر شما ارزنده دید، بحر قدرت نوکی انگشت و زبان زیبنده دید. نور لطفی حق نظر در قلبی پاکت کرده است، در مشام عالمیان عطرناکت کرده است. عقل و قدرت انتقال گردد ز کیهان بهر شاه، بر رعیت بگذرد چون روشنی نور ماه. ذره ذره هر زمان از قدرت و نیروی شاه، زم شود نیروی تازه خلق را در صبحگاه. قدرتی لشکر فزاید قدرتی هر کارگاه، قدرتی هر آن که میماند قدم در روی راه. از وزیر تا سروزیری که بود در کارگاه، تا چپان و سرچپانی که بود در زیر ماه. برده ما سرپناه در دولت اقبال شاه، شکر حق باید زی سرور تا بگوییم هر پگاه. دست قدرت سوی آب بردی وطن سیراب شد، سوی تاریکی نمودی مهر عالم تاب شد. دست قدرت خفته را در جاده ها بیدار کرد، نیروی تازه به خلق بخشید دولت دار کرد. ساغری خالی دلها از فرح سرشار شد، تاجیکستان روی نیکویت شدید گلزار شد. خلق در راهی وطنداری رسید بیدار شد، خلق عالم دید نشان و پرچم و اقرار شد. آب را بحری حیات سرمایه خواندی در زمین، 100,000 تشنگان خوانده شما را آفرین. تحت دل از بحر ملت کار و محنت کرده ای، این وطن زیبنده از بحر سیاحت کرده ای. بحر ملت بارها جان را سخاوت کرده ای، جان خود پیوسته اندر جان ملت کرده ای. نوری را غون مشعلی راه سعادت کرده ای، قدرتش را قدرتی دستی صناعت کرده ای. تاجیکستان را حقانی تاجیکستان کرده ای. محترم جناب عالی، یک تحفه خاکسارانه از نام همین شاگردا جناب عالی تیار کردگی همین اگر میسپاریم در شما باشه باشه سلامت باشه. یک جان تشکر. دست جمعانه من باوری کامل دارم همین قدر سالهای طولانی قریب 28 سال از سیاستی پیشگرفته رهبر دولت دستگیری کردین، با این روزهای نیک رسانیدن. این همش زحمتی خرد و بزرگی خلق تاجیک است. از آن جمله شما سرسبز باشید، خوشبخت باشید، دایم چهره شاد داشته باشید. پروردگار 18,000 عالم هرچی دل نیت پانده آرزوی هوس دارد در قلبتان نصیبتان گرداند. سلامت باشید، خوشبخت باشید. یک جان تشکر. سلامت باشید.